طرفداران مخالفین از جمله آنهایی که در اعتراضهای روزهای 28 و 29 سپتامبر در شهر برلین اشتراک کردند از بازداشت و بازپرسی های نزدیکانشان در تاجیکستان خبر می دهند. اکثر این بازداشت ها در شهر کولا و نایه های اطراف آن صورت گرفتند. مقامات تا کنون این موج اخیر بازداشت ها را که در پی اعتراض های مخالفین در روزهای سفر پرزیدنت تاجیکستان به برلین پایتخت آلمان صورت گرفت شرح ندادند و تصدیق این خبر را توسط منابع دیگر مشکل به نظر می رسد. اما حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک اظهارات خبر داد که مقامات از جمله پدر 81 ساله رهبر کمیته اجرایی حرکت دلشاد شریفوف و دو دختر عروسش هنوز روز 29 سپتامبر از نویه همدانی به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کولا آوردند و تا حال جواب ندادند. دو خواهر و دو برادر دلشاد شریفوف را در شهر دوشنبه دستگیر کردند. خواهران او را بعد 4 ساعت پرسپوس آزاد کردند ولی برادرانش هنوز در بازداشت بودند. دلشاد شریفوف ثبت صحبت با خواهر و مادرش را نشر کرد که در این ثبت آنها این فعال مخالفین را برای به سرشان آوردن مشکلات در تاجیکستان مذمت میکنند. ولی دلشاد شریفوف از آنها میپرسد که اگر من گناه کرده باشم به من سوال دارند، شما را برای چی میبرند؟ گروه 24 در اظهاراتش همچنین درباره بازداشت نزدیکان دست کم 2 نفر از آنهایی که ماشین پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را در برلین با تخم زدند خبر داده است. از جمله مقامات قدرتی نویه خوولینگ اعضای خانواده اسماعیل محمدوف نفری را که در تخمباران کردن ماشین پرزیدنت و در زنازنی با یکی از محافظان امامعلی رحمان اشتراک داشت با خود بردند. همین طور جمشید شریفوف عضو گروه 24 و یکی از اشتراکچیان فعال تظاهرات برلین و تخمباران کردن ماشین پرزیدنت خبر داده است که مقامات قدرتی شهر بختر ساعت 2 شب 29 به 30 سپتامبر آمده برادر و 2 عمکش را با خود بردند. در اظهارات گروه 24 درباره یوسف میرزایف باز یک نفری که ماشین پرزیدنت را با تخم زد چیزی گفته نشده است، ولی منابع پایگاه خبری بامداد گفتند که پدر او را هم مقامات قدرتی شهر کولوب دستگیر کردند. یوسف میرزایف از منطقه دهنه کولوب است و در ثبت لحظه تخمباران ماشین پرزیدنت در برلین در تن لباس سفید داشت. نفری که لباس تیره رنگ داشت اسماعیل محمدوف بوده است. همچنین به گفته همسوبتان بامداد پدر و دادر و باجه محمد جان عبداللهیف و دادر ظفر غایبوف یک کارمند سابق میلیسا را در کولوب دستگیر کردند. بنا به اطلاع منابع بامداد مقامات همین طور 7 عضو خانواده محمد رجب سید علیف سابق نماینده گروه 24 در آلمان را دستگیر کردند. در اصفهان برای پرسجو به خانه خورسند نجم‌الدینوف رفتند. این در حالی است که به گفته منابع بامداد سید علیف و نجم‌الدینوف در اعتراضهای برلین اشتراک نداشتند. رفشن یوسفوف یک پناهجوی تاجیک در آلمان به پایگاه خبری بامداد گفت که او در روزهای تظاهرات در شهر بریلون که از برلین 400 کیلومتر دور است در جای کار بود، ولی با این وجود مقامات قدرتی نویه اسماعیل سامونی پدر 64 سالش عمر یوسفوف را که در محله خوجنبیای پایان به سر میبرد اول روز 14 سپتامبر بازپرسی کرده روز 30 سپتامبر دستگیر کردند و اینک 2 روز باز از وی درک ندارند. همین طور فرهاد اودینایف یک فعال مخالفین تاجیک خبر داده است که مقامات امنیتی ایثار برادرزاده‌اش را با خود بردند. شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اپوزیسیونی اصلاحات و رشد تاجیکستان نیز به این رسانه گفته است که مقامات نویه فرخور مادر 72 ساله او اویشما عبداللهیف را با خود بردند. شارجب شایمی یک پناهجوی تاجیک در آلمان نیز در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 30 سپتامبر مقامات امنیتی پنجکند پدر و مادر و اپای او را با خود بردند و از تلفن‌های آنها زنگ زده به شایمی تهدید کردند. گروه 24 روز 1 اکتبر خبر داد که مقامات برادر کلانی جانشین رهبر گروه 24 حسین اشوروف رحمت الله اشوروف را بازداشت کردند. نماینده گروه 24 در اتحادیه اروپا محمد صابر عبدالقهار نیز از بازداشت پدر پیرانسالش در نویه رشت خبر داد. اینچنین مقامات امنیتی نویه رشت پدر 64 ساله سخنگوی گروه 24 عبیدالله سعید را از جماعت نصرت الله مخصوم دهه شل با خود بردند. نماینده دیگر گروه 24 ابوذر خواجه‌زاده خبر داده است که مقامات پدر و مادر و برادر و دادرش را با خود بردند. عضو دیگر گروه 24 اسماعیل اسمانوف که در تظاهرات برلین شرکت کرده بود
از بازداشت برادرش اصلدین اسمانوف و تقویش عمر یوسفوف از جانب مقامات امنیتی خبر داده است. از این قبل مسئول بخش اطلاعات و تبلیغات حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و مجری برنامه صدای مردم بهروز تقوی‌زاده روز 3 سپتامبر سال 2023 به پایگاه خبری بامداد خبر داد که مقامات امنیتی تاجیکستان شب 29 سپتامبر ساعت 22:00 دقیقه پدر 60 سالش خالقوف تقوی مراد را که معلم مکتب است از خانه‌اش در دهه شیخان جماعت راحتی نوع رودکی گرفته بردند و تا حال درکی از پدرش ندارند. لحظه که این گزارش برای چاپ آماده میشد، پیمان ملی تاجیکستان، یک حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع، در اظهارات بازداشت نزدیکان طرفداران مخالفین از جانب مقامات این کشور را همچون عمل غیر قانونی و جنایت شدیداً محکوم کرد. پیمان ملی از مقامات تاجیکستان رهایی بلافاصله همه دستگیر شده ها را طلب کرد و از همه سازمان های بین المللی عاید به حقوق انسان و کورپس های دیپلماتی مقیم تاجیکستان دعوت کرد تا هرچه زودتر وارد قضیه شده حکومت تاجیکستان را بر رعایت عهده‌داری‌هایش در مسئله آزادی و حقوق انسان وادار سازند.